بار اول اگه اسم این غذا به گوشتون بخوره شاید مثل خانواده من تعجب کنید. کیک مرغ، اما همینقدر جذاب و قشنگ سفره مهمونیاتون بسیار شیک میکنه و خیلی هم خوشمزه است. سینه مرغ رو با پیاز، سیر، نمک و ادویه‌جات و برگ بو و آب روی حرارت بذارید تا کاملا بپزه و آبش کشیده بشه. در این حین خیارشور و گردو رو تو دستگاه خردکنتون بریزید و خوردش کنید. به همراه پیازچه و جعفری خرد شده توی ظرفی بریزید. مرغتون هم کاملا پخته شده، از قابلمه در بیارید و با دستگاه خردکنتون خوردش کنید. حالا به ما بقیه مواد اضافه کنید و بذاریدشون کنار. میریم سر وقت درست کردن سس کیکمون. ماست رو که ترجیحاً موسیر باشه به همراه پنیر خامه‌ای، سس مایونز، نمک و فلفل سیاه و پاپریکا حسابی با هم ترکیب کنید. مقادیر همه اینا رو توی کپشن براتون نوشتم. حالا سس رو به مواد مرغتون اضافه کنید، قشنگ کم بزنید و آماده است. 16 عدد نون تست احتیاجه، مربعی باشه. به این صورت که توی ویدیو میبینید. اگه میخواین قالبی در بیاد برش بزنید. حاشیه های نون تستتون هم حتما جدا کنید و این خورده نونا رو کنار بذارید که بعد بهشون احتیاج داریم. داخل قالب کمربندی نونا رو که برش زدید بچینید لایه به لایه از مواد کیک و نون تست توی قالبتون بریزید، پر کنید و بیایید بالا. در نهایت رو سطح قالبتون باید نون تست قرار بگیره. بذارید یخچال یه چند ساعتی باید بمونه تا مواد به خورده هم برن. در این حین خورده نون هایی که اضافه مونده بود رو با دستگاه خردکنتون خرد کنید. برای تزیین دور کیک بهش نیاز داریم. کیکو که از قالب در آوردید سطح و دور تا دورش رو با سس مایونز کاور کنید و از خوردنان ها بهش بچسبونید. برای تزیینش میتونید از گوجه، سبزیجات، هویج و هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید. این بود از دیزاین من برای کیک مرغم. نظرتون بر من بنویسید که چطور شده و پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید چون خیلی خوشمزه است. هرچی بیشترم توی یخچال بمونه مزه ها به خورده نونتون میره و خوشمزه تر میشه. من شیما رسولزاده هستم. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید و اگر از اکسپلور تماشاگر این ویدیو هستید یه سر به پیجم بزنید.